زنان ایرانی برای اولین بار امکان پیدا کردند که رسما در مسابقه‌های پاورلیفتینگ و یا وزنه‌برداری اشتراک کنند. فدراسیون بدنسازی و یا بادی بیلدینگ ایران اظهار نمود که در این کشور دسته رسمی زنان پاورلیفتر تشکیل می شود. تا این زمان زنان در سراسر ایران از حق شرکت در مسابقه های این نوع ورزش محروم بودند. زنان ورزشگر از آن خوشحالند که این محدودیت رفع شد. به نظر من یعنی در این مدت که تو این رشته پاورلیفتینگ بودم یکی از بهترین خبرهایی بود که شنیدم تو این رشته بود و مطمئنم حمایت فدراسیون وقتی باشه خیلی از استعدادهایی که الان تو گوشه کنارها بود و نیومدن از این به بعد میان شکوفا میشن، خیلی بهتر میشه با حمایت فدراسیون برای بانوان پاورلیفتینگ. خیلی این خانم 29 ساله از تهران که 7 سال اینجانب تمرین میکند در چندین مسابقه غیر رسمی پیروز شده است. شوهر خانم فرهانی از تمرین او پشتیبانی می نماید. دختر 5 ساله‌اش هم در خانه و یا در تالار ورزشی همراه با مادر مشق می کند. خانم فرهانی باور دارد که دستاوردهای زنان ایرانی در پیشند. به رسمیت شناخته نشد، دیده نشدیم. مسابقه‌ای که دادیم هیچ کدوم ارزشی نداشت به نظر حالا جامعه یا حالا دید مردم، واقعا به نظرشون هیچ ارزشی نداشت و هر جا هم که صحبت می‌شد میگفتن بیفایده است، فقط دارید الکی وزنه میزنید. مربی پاورلیفتینگ مینا قربانی که تجربه 17 ساله تعلیم این نوع ورزش را دارد بر این باور است که اکنون واکنش‌های سرد در نسبت پاورلیفتینگ زنان از بین می رود. توی دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و در زمینه بانوان بیشتر. یه مقدار خط قرمزها خب به نظر من کمرنگتر شده، آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگتر عمل میکنن. با فکر این مربی اعتراف پاورلیفتینگ امکان می‌دهد که زنان دستاوردهای بیشتر کسب کنند.